بسم الله الرحمن الرحیم. امید جور صحتمند و سر حال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز یک موضوعی است که درباره صحبت میکنیم. موضوع صحت است. صحت چی هست؟ آیا من صحتمند هستم؟ چطور بفهمم که من صحتمند هستم؟ و یا چطور بفهمم که من صحتمند نیستم و مریض هستم؟ در این باره صحبت می داشته باشیم. زیاد موضوعی که مهم است. یک تعریف می داشته باشیم به صحت. سازمان صحی جهان یا World Health Organization یک تعریف کرده که یک تعریف جامع هست. میگه حالت خوب جسمی، حالت خوب روانی و حالت خوب اجتماعی را صحت کامل میگه. چند موضوع شد؟ سه موضوع. ما باید حالت خوب جسمی داشته باشیم، حالت خوب روانی داشته باشیم و حالت خوب اجتماعی داشته باشیم. میایم یاره چی میکنیم؟ یک توضیح میدیم که مثلا چطور ما صحت ما مثلا از نگاه جسمی چطور خوب است، صحت روانی ما چطور هست و اینکه صحت اجتماعی ما چطور است. خب میبینیم اولی که صحت جسمی چی هست. صحت جسمی که اعضای بدن ما درست کار بکنن، اعضای بدن ما درست کار بکنن و زود خسته نشیم. کاربار داریم یا مثلا میریم که کاربار میکنیم، رفت آمد می داشته باشیم در کاربار خود، صحت ما بوده زود خسته نشیم و تغذیه مناسب داشته باشیم. این صحت جسمی میگه. بعدش میگیم صحت روانی. صحت روانی چی را میگه؟ صحت روانی توانایی مدیریت استرس. مثلا توانایی مدیریت یک مشکل، مثلا یک مشکل با ما پیش میاد، ما رو چی بکنیم؟ خوب اون مشکل که کنار بیاییم و اون مشکل خوب حل بکنیم. یعنی که مثلا چی بکنیم؟ مشکل بتونیم حل کرده. اون مشکل به ما جنجال جور نکنه که مثلا خواب ما را از بین بره، به ما استرس جور بکنه، به ما اعتماد به نفس ما را پایان بیاره، چی کنیم و دشواری و زندگی ما را سخت بسازه. یعنی او قدر ما ظرفیت داشته باشیم که مشکلی که مثلا هر انسان مشکل می داشته باشه، مشکل خودش ما را حل بکنیم. می موضوع صحت اجتماعی. صحت اجتماعی چی هست؟ صحت اجتماعی رابطه داشتن سالم با کی؟ با فامیل خود، با اطراف خود، با اقارب خود و در محل کار خود. یعنی که ما هم برخورد داریم با کسی، مثلا برخورد خوب داشته باشیم با فامیل ما باشه و فامیل ما احترام با کالگی داشته باشیم، احترام متقابل. چیزی که زیاد مهمه در صحت اجتماعی احترام متقابل است. به کسی احترام میکنی برات احترام میکنه. خدای نکرده که برای مشکل جور میکنه، برات مشکل جور میکنه. و ای که شما کوشش بکنید که یعنی صحت اجتماعیتون خوب داشته باشین. خب این سه موضوع رو یاد گرفتیم که مثلا صحت جسمی چی هست، صحت روانی چی هست و صحت اجتماعی. این سه موضوع که داشته باشیم ما صحتمند بوده باشیم. موضوع نشانه هایی میبینیم که آیا صحت ما از نگاه جسمی خوب است یا نه. کدام نشانه ها را داره که مثلا صحت جسمی ما خوب است؟ باز مبحث که صحت روانی و مبحث صحت اجتماعی را بعدا باشم شما مثلا چی میکنیم توضیح میدیم و بسیار مهم است که در یک ویدیو نمیشه که کلش گنجایش بدیم و صحت داشته باشیم. خب میایم نشانه های صحت خوب منظم داشته باشیم. یک انسانی که خوب صحتمند باشه چی علائم و چی نشانه ها را داره؟ 5 نشانه داره. این خوب یادش. اولی که خواب منظم داشته باشه، مثلا 7 الی 8 ساعت خواب داشته باشه. اشتهای خوب داشته باشه، یعنی خوراکش خوب باشه، نه قدر زیاد باشه که پرخوری بکنه، نه قدر کم باشه که اشتها نداشته باشه. انرژی کافی داشته باشه، خسته کسل نباشه. دیگه تمرکز داشته باشه، تمرکز در کار و تمرکز در درس‌های خود. تمرکز در کار، مثلا فکرش یک کار صبح میکنه، خیلی کسا کار میکنن فکرش دیگه جای است، یک نفر از درس میخونه فکرش دیگه جای است، تمرکز نداره که مثلا من چی خوندم، چی بود خوندم، موضوع رو نگرفته، یا مثلا کار کرده نفهمیده که او کار از پیش من خراب شده. کسایی که تو نماز میخونن سر نمازشون فکرشون دیگه جای رفته. این چیزی یک علائم است که مثلا صحت خوب یعنی تمرکز خوب داشتن. دیگه که احساس آرامش، کدام تشویش نداشته باشه، آرامش باشه، خوش باشه که مثلا ما شکر خدا که مثلا کدام مشکل ندارم. این نشانه‌های چیزی هستن صحت خوب است. خب ما نشانه‌های صحت خوب فهمیدیم. کدام نشانه‌های صحت خراب است، یعنی صحت جسمی ما کدام نشانه را داره که مثلا خراب است. میبینیم نشانه‌های صحت خراب کدام ها هستند. خستگی زیاد، بسیار نفر میبینیم بسیار خسته است، کسل است. این یک نشانه خراب است که مثلا صحت جسمیش خراب شده. دیگه سردرد است، میشه ببینید سردرد، ولی سرم درد میکنه، ولی جانم درد داره، اینقدر جانم درد داره که تو میناله. مثلا دیگه بیخوبی است، هیچ خواب نداره، هیچ خوابش نمیبرد، همین در فکر است، در چرت است، درد، یا یک از اثر درد مثلا بیخوبی می داشته باشه. دیگه که استرس زیاد داره، مثلا تشویش داره، او والا فلان چطور میشه، کارم چطور میشه، درسم چطور میشه، مشکلاتم چطور میشه، آینده‌ام چطور میشه. خدا مهربان است.
تلاش کو دیگه به خداوند بسپار. دیگه ای که بی‌اشتهایی است. چی است بی‌اشتهایی؟ نفر هیچ اشتیا نداره، این نان دلش نمیشه، چند علامه شد، 5 علامه شد که مثلا اگه ساعت جسمی شما خراب بوده باشه 5 علامه است که مثلا شما رو نشان میدن، یعنی تبارز میکنه در وجود شما که مثلا شما چی هستین، ساعت شما خراب است. چی کنین؟ مراجعه بکنین به دکتر. خستگی بسیار زیاد، سردرد یا جان درد شدید، استرس زیاد و بی‌اشتیاهی. خب چیزایی که صحت خراب میکنن چی هست؟ مثلا ما بفهمیم کدام حالتا و چیزایی که مضر هستن صحت ما رو میان خراب میسازن چی هستن. غذای ناسالم. غذای ناسالم چی هست؟ بیش از حد خوردن. یک موضوعی که مثلا غذای سالم در غذا ما مثلا خوراک داریم، باید غذای ما چی باشه؟ مناسب باشه. چه قسم مناسب؟ شحمش یا چربی که میخوریم باید زیاد چرب نباشه، زیاد نمک نداشته باشه و دیگه زیاد چیزا غذاهای شیرین از اندازه زیاد نخوریم. هر چیز مطابقش تغذیه مناسب گفته، نه زیاد بخوریم و نه کم بخوریم. بعدش میایم کم تحریکتی، یعنی حرکت نداریم، هیچ حرکت و فعالیت نداریم. این چیزا هستن که صحت ما رو خراب میکنه. شماره دوش چی است؟ کم فعالیتی بودن بدن. مثلا هیچ تحرک نداره، هیچ حرکت نداره، نان میخوره خام میشه، هیچ ورزش نداره، هیچ کار نمیکنه. این چیزایی است که صحت ما رو خراب میسازه. دیگه که چی صحت ما رو خراب میسازه؟ کم خوبی. کم خواب است. خیلی کسا هستن که مثلا خواب کافی 7 الی 8 ساعت ندارن. چرا ندارن؟ دلایل مختلف. خیلی کسا مشکل دارن که مثلا خوابشون نمیبره، او باید به دکتر مراجعه کنن. خیلی کسایی که از خودشون سر خودشون چی کردن؟ مشکل جور کردن. چه قسم که مثلا خواب نمیشن، کم خوابی با خود جور میکردن. مثلا خیلی کسا هستن تلویزیون میبینن، خیلی کسا هستن در صفحات اجتماعی میگردن تا 2 3 شب. تایم خواب خود به نظم ساختن. و دیگه ای که گیم خیلی کساس بازی میکنن، خیلی کساس وظیفه دارن، وظیفه شب میداشن. اینی مثلا خواب ما منظم نباشه صحت ما رو چی میکنه؟ خراب میسازه. بعدش کی است؟ مواد مخدر. مواد مثلا سیگرت، نسوار، اینا یا الکل، اینا چی میکنن؟ صحت ما رو خراب میسازن. اینا چیزایی هستن که صحت ما رو خراب میسازن. ما چی کنیم؟ از اینا دوری بکنیم. خب چند موضوع شد که صحت ما رو خراب میسازه؟ 5 شماره. شماره اول غذای ناسالم، کم تحریکتی، کم خوابی، استرس زیاد و مواد مخدر. خب چطور صحت ما رو حفظ داشته باشیم؟ چطور بکنیم که مثلا صحت ما حفظ شوه و صحتمند باشیم از نگاه جسمی؟ البته راههای حفظ صحت، اولی که غذای سالم بخوریم. غذای سالم غذایی رو میگه که مثلا در او پروتئین بوده باشه، کربوهیدرات بوده باشه و شحم داشته باشه به اندازه مناسب و ویتامین و منرال‌ها داشته باشه و آب داشته باشه. آب بسیار موضوع خوب مهم است. ورزش کنیم. مثلا روزانه نیم ساعت ورزش، حداقل اگه ورزش، خیلی جوان هستن باید ورزش بکنن. مثلا کسایی که سنشون بالا شده، دختر خانم‌ها یا خانم‌ها هستن ورزش بکنن، میخورن خو میشن یا میرن کارشون پس میان مشکلات برشون جور میشه. باید ورزش داشته باشن. اینا چی هستن؟ راههای حفظ صحت هستن. خواب کافی داشته باشن، 7 الی 8 ساعت خواب داشته باشن. خواب بسیار مهم است که مثلا ذهن آدم آرام نگاه میکنه. دیگه که آب بنوشیم روزانه 1 الی 1.5 لیتر آب بنوشیم. 1 الی 1.5 لیتر آب بنوشیم که بسیار مهم است. یعنی بدن ما از کمبود آب و کدام مشکل بر نخوره. مثلا 70% از بدن ما رو آب تشکیل میده. آب بسیار به خاطر هضم غذا، جذب غذا و به خاطر فعالیت گرده ها و بسیار موضوعات زیادی است که آب بسیار مهم است. دیگه نظافت شخصی خود مراعات بکنیم. نظافت شخصی خود مراعات به خاطر بکنیم که به کدام میکروب مبتلا نشیم. یعنی یک میکروب مبتلا نشیم و اینکه اون میکروب داخل وجود ما میشه و نظافت نداشته باشیم صحت ما رو چی میکنه؟ در خطر بشه. به نظر شما بیننده های محترم کدام عوامل بگیریم که صحت ما چی شوه؟ صحت ما خوب شوه؟ او را میتونید شما در کامنت بنویسین. خوش و آرام و سرفراز و موفق باشین.